شما بخیر مردم شریف توریکسون، امیدوارم خوب هستین. یکی از بیناموزترین بانو مخالف تاجیک گروه 24 اسماعیل عکس در روی اکران می نویسد. بعد ونزوئلا، ایران، بعد نصیب باشد تاجیکستان. طرفداران دموکراتیا خوب مرا گوش کنید. آیا کشتاری پاسبانها و نزدیکان یا که بازداشت رئیس جمهوری ونزوئلا جنایت و عمل تروریستی نیست؟ این سوال است برای شما بنا مخالف تاجیک. امریکا خود را کشور دموکراتی در جهان مینامد. نه تهدید میکند با کشورهای مستقل ایران، کوبا و دانیا. چخیلی که دونالد ترامپ میگه حمله خواهم کرد. مگر این یک عمل ترتیبات بین المللی نیست؟ بانو مخالف تاجیک США دولت دموکراتیا نیست. بله، باز تکرار میکنم، США دولت دموکراتیا نیست. США دولت ایمپری است. در ایران اعتراض نیست. این فتنه دشمن است. دشمن دولت اسلامی ایمن اسرائیل من در نظر دارم. لیدر مردم ایران را میخوان به قتل برسانند، رنگی معمر کدافی. باز یک بار دیگر تکرار میکنم، دولت اسلامی ایران را شکست داده نمیتونه США. ولی همین یک پلیتیک جهانی بگیم خطا نمیکنیم و یک واین آدم است. آیا حضرت علی در پیش یگام دشمن سرخم کردی بود؟ نه، ای علی همینی سرخم نخواهد کرد. امروز باید مردم شریف توریکسون فکر کنند. ما دیدیم در دولت اسلامی ایران قرآن در دادن، مسجد را در دادن. دشمن اسلام کوشش کرده که اسلام را 100 ساله تا 80% شکست بدن. یا جان تشکر هموطنان عزیز.